هلو گایز، چطورید بچه ها؟ من مشتبه هستم. اومدیم اولین ویدیو رو بگیریم. نمیدونم حمایت میشه یا نه، ولی سعیمو میکنم، تلاشمو میکنم. حالا شاید حمایت شدیم، حتی یه دونه ویو هم برای من واقعا ارزش داره. یعنی حداقل یه نفر ویدیو ما دیده، پس مشکلی نیست. بریم شروع کنیم تا دیگه نشده. چوب بزنیم. اینم کرافتینگ. خب بریم دنبال سنگ. بریم سنگ پیدا کنیم. اینجا نی هاپوها رو نگاه. اینجا نی چرا نی؟ اینا من با دست کرافت میکنم، نمیدونم کرم دارم متاسفم. بریم ویدیو رو براتون اینطوری کات میکنم که واسه سری پیش بره دیگه. عجب قوریه. به ویلیج. ما میریم سر میزنیم. اینجا باید بیام 100%، باید بیام. اینی نمیشه نه سوسیسیه منظره زیبایی. خب بریم ببینیم چه نوع ویلیجی. امیدوارم لوت خوبی داشته باشه، واقعا خدایی امیدوارم لوت خوبی داشته باشه. بریم چی داره. اینجا ویلیج خوشگلیه. آیرین گولم خوشگل من. آیرین گولم ناموسن 2 تا هیبل خدایی. خب این چی داره؟ به خوبه، بد نیم. این تختت هم برداریم، بریم فضا بزنیم. خب اینم از این. به عجب گوسفندی. تختو بذاریم. بخواب. ای بابا نمیخوابه. چرا؟ بخواب دیگه. خب آقا روز اول تموم شد، خدا رو شکر. به بریم دنبال یه چیزی. بریم غذا هم رو بپزیم. حالا این از کرافتینگ، 2 تا فرنس، یه دونه اسموکه و غذا رو بذاریم بپزه. بعد پشیم بریم یکم چوب بزنیم. چوب نداریم، کمبود چوب. گدا گوشت بدبخت سرعتش زیاد میکنه. خب بریم دنبال قار. نظرتون چیه بچه؟ به این فکر چیز خوبیه، این چیز بدی نی. بریم اون ورش هم نگاه کنیم. بابا به بپریم پایین دیگه. نه 1 2 بپریم 1 2 یه بالا. به آیرون ها چشمک زدم. خب این آیرون ها رو بزنیم. به اینم گرفتیم. بریم چست چیه بابا؟ یه شیلد بسازیم. من نظرتونه یه شیلد خفن بسازیم، یه شیلد خوب. دیوار رو بکنیم تا نیومدن ببارن اونجا. اونا نگاه کن، تخم سگ رو نگاه. مغز ندارید دیگه. این مغز بشه این بر میومد. خدا شکر مغز نداریم. یا حسین چی بودین؟ شانسو بردم میومد تو. الان جرم داده بود. 4 تا دمیج 3 تا دمیج میده هر کنت دراش. بذاریم بپزه کنم کافیش نیداره. درست. خب خویدی ناموسن نگاه کن. دهنم سرویس اونا رو بخوام بزنم. خب یه دونه رو گرفتیم. یه شیلد رو کنیم.
خب این یه شیلد بس دیگه، من فقط شیلد رو میخواستم. خب یکم مرتب سازی، بریم بیرون. به به زامبی های عزیز، حالتون چطوره؟ با شما کاری ندارم، فکر کنم با من کار دارین ها. بله یا اول فاز یا حسین، آروم آروم. 1 2 زارت. حاجی آیرون داره که این اتفاق 1 در میلیون بمیر. خب اسکولا رو نگاه کن پایین. چه خرن اون دوتا سلایم. آخه اسلایم چی میگه اینجا؟ ولی چان کشه ها، خوبه آدم باشه چان کشه. خب اینو بزنیم. ای بابا ول میکنید مگه شما؟ یه دقیقه من خواهی زغال بزنم. زورت زورت تق تق. این اومد. چقدر رو مخه و جینا موسن، اینو خیلی رو مخه. یه تورچ بسازیم. ای بابا تیر شد. تورچ بسازیم اینجا رو روشن کنیم و اسپان نشن دهن ما رو. آره آره شب هم میشه بایی. بذار مشتبه قدرتمند. دعوا شما اون همو بزنید، یاد بگیرید. ببینید 1 2 زارت اشمام دوتاشون با هم مردن. این هم بذاریم اینجا. خوبه. بابا آیرن مشیق آیرن. بده بخوریم. بده مشیق آیرن هم نمیدونم، مخصوصا اول بازی مثلا رنگشو میبینم احساس انرژی میکنم. نگاه اون دوتا رو نگاه. بچه شما طرفدار کدوم یوتیوبر ماینکرافتی هستید؟ من که لارکو ترجیح میدم، به نظرم شما آدم خوبیه و خودشه، خدایی باش خیلی حال میکنم. برید جدیدن یه چنل دیگه هم زده، لارک د فریست همچین یه چیزی میداشت، یادم رفت. من که جر دادم کامنتاشو، ولی برید ساب کنید. بنده خدا درگیر زندگی، درگیر مشکلات، گناه داره ناموسن، حقش. خیلی تلاش کرد ولی دیده نشد مثل بقیه یوتیوبرها، چون میدونید چیز هست آنچنان چرتی نساخت که دیده بشه. میتونست خیلی چیزا بسازه ولی نساخت. عجب آیرنای خیلی دوست دارم. آیرن اصلا میمیرم براش. میدونستید کامنت و لایک بذارید، بعد تو کامنت ها مثلا ایده ای چیزی دارید حتما بدید. من مثلا چیز میکنم، چی بهش میگن، حمایت میکنم. بله میذارم. خیلی وقت ماینکرافت ای بابا نمیشه خودم واقعا معلومه نمیشه. خیلی کار. خب به خوشم. حاجی تو ارتفاع چندیم؟ بایسا 0. نه بابا -1 حاجی. این اتفاق 1 در میلیون اتفاق میفته. به قول تیمسار 1 در میلیون اتفاق میفته. یا حسین چون اینقدر این زیادن. آروم باشین. در این موقعیت آرامش خود را حفظ کنید. زرت بذارید برید بالا، نگاه کنید آرامش حفظ کنید، چیز نمیشه. نگاه کن. وقتی اتفاق میفته یاد مشتبه بیفتید. مشتبه که کنار شماست، کمکتون میکنه که در چالش های زندگی هم موفق بشید. بله برو بالا. خب شانس آوردیم ها. همیشه تو این شرایط اینو نگاه کن سول رفت پایین. همیشه در این شرایط بچه‌ها چیز بشه، یاد بگیرید. نگاه کن یاد بگیر. زرت ناموسن یعنی چی خوده؟
جامپ آه تیشرت. خود اندرمنه نگاه کنید، پشما شیخ نگاه. بخور. به آیرن میرم براش بیبی. آیرن باز شما رو نمیدونم ولی من آیرن بازم. به ای بابا حالا این آبه ول میکنه، ولش کن، سنم نمیکشه، مال خودت. بریم بالا از آب زمین بچه دارم میرم بالا. به آی بابا بیا بریم بالا دیگه. بیا اینجا بی شرف، بیا اینجا یا اول فصل. آروم بابا. بیا با هم صحبت میکنیم. نزن با هم صحبت میکنیم. 2 3 میام. وی بشین دور خودمون. بشین. یا اول فصل. خب چه واجی این چی بود؟ یارو اسکلت زد پرت شد اون بر اومد پشت من. بی شرف. سیکشلی کردم ناموسن. این چیه وضعشه؟ وایسا ببینم میتونم اینجوری بزنمش. اما بیا ای بابا مگه میاد حالا؟ لهم آمد زرت. آها دلغک. با این دلغک بچه همیشه این شکلی رفتار کنید. این دلغک هم بزنم در سگ. اینجا ببینم 1 2 زارت. ناموسن خوبی جواب این. الان من با چوبی میزدم این میمرد راحت، با 2 ضربه میبرد. بعد سنگی دارم میزنم نمیمیره ناموسن. ای بابا به ای بیهن شما بابا ول کنید دیگه. چرا از همه جا او میاد؟ به قول تیمسا او اینقدر او نیاد ناموسن. نمیکشم اینقدر او بیاد. زغال میخوام. زغال نیازه. زغال خیلی نیازه. زغال بازم. من آدم زغال بازیم. شما رو نمیدونم ولی زغال بازم. بزن ردستون هم میزنیم. نیاز میشه. لودستون میخوایم. لودستون من اصلا آیرن ای بابا. خب اومدم اون غار بیرون. قال لامصب حالم به هم خواهد شد. شخمی بودی چی هم دائمه حتی نداشت کم 3 تا 2 تا داشت. بریم این تو با تو صحبت کنم و اینقدر هم جمع کردی. نگاه کن ناموسن خوبه برای روز چندمی نمیدونم. وایسا بگیرم روز چندمی. 64 39 3. به ناموسن خوده اور جمع کنه خوبی هم من. قبول کنید مجتبی اور جمع کنه. روز 3 خدای خوبه. تو روز 3 دمتون گرم تماشا کردی دیگه. آخر ویدیو دیگه خیلی طولانی میشه ناموسن. اگه بخوام بگیرم منم نیت ندارم. بدبخت بیچاره گدا واسه گشنه. بدبخت کفشم ندارم میبینید. حالا ویدیو بعدی یه کفشم میسازم برای خودم. حاجی دمتون گرم نگاه کردید. خلاصه دیگه به شب هم میشه یا حسین یا اول فصل. بریم بخوابیم. صبح با تو صحبت کنم. الان نیام چیزمونو پاره کنم. خب نزنش جونتو نجات دادم. مدیونی فورچون ندیده. خب داشتم میگفتم که ای بابا عجب تخم بیا اینجا تخم سگ دیانه منو سرویس میکنه. یه دقیقه میخوام یه حرف بزنم. سلام. ببینید بچه ها دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید. اگه میشه لایک کنید که ویدیو من ساجست بشه بقیه هم ببینن.
لایک کنن. من نیاز دارم به کمک، گناه دارم. کامنت بذارید، دمتون گرم. اگه این اسکین خوشتون میاد همین میذارم، اگه بعدتون میاد کامنت ها بگید اسکینت شخمی اچ دیگه بذارم، میذارم. خودم قبول دارم زیاد اسکین جالبی نی. هی آقا دمتون گرم دیگه، تماشا کردین ویدیو رو. میدونم دیده بشه، یه لایکی بخوره و پارت بعدی قراره کلی کار کنیم، خونه بسازیم، فارم بسازیم، نمیدونم این کنیم اون کنیم، خیلی کار قراره بکنیم. اول از یک کفش بسازم، ناموسن کفش ندارم، بکنید کفش آیرونی ندارم، ستم کامل نیست. با دمتون گرم که تماشا کردید. واقعا دلیلی که اومدم این ویدیو رو بگیرم این بود که تلاشمو بکنم، شاید دیده شدیم. حالا من که پیسی ندارم، شاید ایشالا یه وقتی پیسی، یه لپتاپ چیزی گرفتیم کانتنت